إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. این سوره را به نام سوره الجاثیه یاد میکنه. معنای از این پشتی سر میه به زانو نشستن یا جمع شدن معنایش داره. نکته مهم است، چرا که همه مخلوقاتی که در دنیا راه سرکشی را نعوذ بالله گرفته بودن و خدا کلان میتراشیدن، روزی فرا میرسه که همه در پیش الله تبارک و تعالی اما چیست فرمانبردار مجهز به زانو در پیش الله می نشینند. از او خاطر این سورت هم به نام سورت جاثیه یاد میکنه. این سورت هم 65م سورت است که قبل سوره احقاف و بعد از سوره دخان نازل شده. ارتباط این سورت قط ما قبل در ما قبل الله بیان طریقه نجات بیان کرد بر ما که چه رقم انسان نجات پیدا کرده میتونه. در اینجا الله تبارک و تعالی نعمتایی که سر بنی اسرائیل کرده و وار الله نجات داده ای را بیان میکنه. درس است برای ما که الله برای هر کسی نعمت میده، اگر قدردانی نعمت کرد وار الله سرفراز میسازه، در مقصد و مرام میرسانه. اما کسانی که نعمتای الله را نادیده میگیره، فراموش میکنه، در پشت سر میگذاره، اعتنا برش نمیکنه، به سرنوشت خیلی نادرست دچار میشن. مثل بنی اسرائیل زمانی که وا پشت دور دادن به سوی نعمتای الله، الله تبارک و تعالی واره مکاخ عظمتشان از بین برد. کدام ارج و منزلتی که داشتن او از بین رفت. این در حقیقت درس عظیم برای امت اسلامی است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم در اولی سوره هم دعوت به سوی قرآن کریم است، چرا سوره هایی که در اولش حوامیم است کلمه حامیم میآید، در کلی از یا بحث از عظمت و بزرگی قرآن کریم میشه. علتش هم است که اشاره به است که قرآن کریمی که از اینمی حروف هجا ترکیب یافته، چی امتیاز و چی تفاوت در بین کلام بشر و این قرآن کریم پیدا کرده که بشر نمیتونه به مثل قرآن کریم کوچکترین سوره را بیارن. از این معلوم میشه که کلام بشر نیست، بلکه کلام الله تبارک و تعالی است. بعد از اینمی حروف مقاطعات همیشه اوصاف قرآن کریم ذکر میشه، گاهی از خود قرآن کریم، گاهی اوصاف منزل یعنی ذاتی که او را نازل کرده، مثل که در اینجا صفاتهای ذات منزل بیان میکنه. در حقیقت اگر صفت قرآن ذکر میشه یا صفات منزل یعنی روان کننده قرآن که الله سبحانه و تعالی، ایم دلیل بالای است که کلام بسیار پرمحتواست، مطالب عظیم داره. این کتاب نیست که انسان نعوذ بالله بی‌اعتنایی بکنه در موردش، بلکه کتابی است که انسان باید عمر خدا وقف ازی بسازه و ازی برای خود استفاده بکنه، زندگی خودم جور کنه، آمادگی آخرت خودم به روشنی هدایات اینمی قرآن کریم برای خود قرار بده. الله می فرماید تنزیل الکتاب، این نازل شدن کتاب اصلی از این طور است، هذا کتاب منزل، این کتاب نازل کرده شده است. مصدر مضاف به سوی کتاب است و در حقیقت اضافت صفت به سوی موصوف است، او مصدر به معنای مبنی للمفعول میگه. این کتاب، این نازل کرده شدن کتاب من الله، از جانب الله تبارک و تعالی است. کدام الله؟ العزیز الحکیم، و ذاتی که عزیز هم است و حکیم هم است. عزیز ذاتی که هر ارادهش نافذ میشه، یعنی در اصطلاح عرفی ما و شما شکست ناپذیر است. هیچ اراده الله شکست نمیخوره، هر چیزی را که بخواه الله نافذ کرده میتونه. و در این اشاره به این میکنه که کدام کتاب را آورده، یک کتاب از او ذاتی است که شکست نمیخوره، یک کتاب الله هم شکست نمیخوره. اگر هر قدر مردمای پیدا شود در مورد تحریف و تغییر قرآن کریم سعی تلاش بکنه، باز هم قرآن کریم واره رسوا میسازه. اگر کسی پیدا شود بگویه که قرآن کریم کتاب بشر است، الله امی خود قرآن برش جواب دندان شکن میده. یعنی قرآن در هیچ میدان و در هیچ صحنه شکست نمیخوره. از امو خاطر است حاملین قرآن و هر کسی که رابطه با کتاب الله داره در هر میدان الله یاره کامیاب میکنه، شکست نمیخوره، به شرطی که واقعا عامل به قرآن و معلومات قرآنی داشته باشه. الحکیم، او ذاتی که حکیم است. صفت حکیم
اشاره به این میکنه که هر معامله و فعل الله حساب شده است، پر از مصلحت و حکمت است. پس کتابی را که روان کرده یوم پر از حکمت است. از امو خاطر است که تقریبا در 4 سوره که 3 سوره حوامیم است و 1 سوره زمر است. فقط اینمی جمله میاد تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. اینمی تکرار و تاکید به خاطری است که کل مردم متوجه شود که قرآن دارای اسرار است، دارای رازهای خیلی پوشیده است. قرآن معانی و مطالب خیلی منظم داره. قرآن هدایات داره که واقعا سرنوشت ساز است. قرآن سرچشمه تمام کامیابی ها و رستگاری هاست. تا مردم متوجه اینمی نکته شود و همچنان بدانند که هر گفتار قرآن کریم منظم، پر حکمت و حساب شده است. اینطور نیست گپای خیالی یا خود ساخته مردم یا هر چیزی که دهن بیه بگویی. قرآن کریم کلام منظم است. از او خاطر توجه انسان ها را الله طرف ازی جلب میکنه که شما متوجه گپا باشه. این فی السماوات والارض، نمونه حکیم بودن داستان قرآن کریم، گفتار قرآن کریم و ای که دلیل را ارائه میکنه که کسی رد کرده نمیتونه. این همیست که این فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقینا در آسمان ها و زمین لآیات، یعنی در همه جا، هر جایی که میبینی در چشم و نظرت میخورد، در کل جای نشانه های عظیم قدرت الله، نشانه های وجود الله، حکمت الله، علم الله، قیومیت الله، حکمت الله را مکمل مشاهده میکنی. عزیز بودن الله را در تمام آسمان ها و زمین نشانش چیست مشاهده میکنیم. الله که کدام قانونی تکوینی و وضعی را گذاشته حد از او سرکشی نمیکنه. نه آسمان، نه زمین، نه آفتاب، نه مهتاب، نه حیوان، نه بحر، نه فضا، هیچ کدامش کلش فقط در یک حساب منظم در حرکت آمده، چرا که الله عزیز است. هیچ کس اراده از او را برگردانده نمیتونه و همه برای یک منفعت عالی در حرکت است که خدمت امی انسان است. امی انسانی که گل سر سبد کل مخلوقات است. از امو خاطر حکیم است که هر حرکت دنیا فقط و فقط برای مفاد انسان و این حساب شده است. اینطور نیست که اما تیر شو و حساب کتاب نباشه از پشت سر خو، لیکن برای کی است؟ للمؤمنین، برای کسانی که اهل ایمان هستند، یعنی در طلب حقیقت هستند. اهل ایمان کسانی است که پشت حقیقت میگردند. قرآن کریم برای او طور کسای درس میده که واقعا طالب حقیقت باشه و کسایی که قرار در خانه نشسته برای از چی حاصل شود. و فی خلقکم و ما یبث من دابه، در پیدایش شما و در او جانوران یا جنبندگانی که یبث من دابه، پراگنده ساخته الله او را من دابه، از هر جنبنده. این من دابه بیانی ما را کرد و آن چیزی که پراگنده میسازه الله تبارک و تعالی من دابه از هر جنبنده را آیات و نشانه های عظیم قدرت است لقوم یوقنون، برای قومی که یقینا پشت یقین میگرده، خیال پرست نیست، گمان پرست نیست، پشت حقیقت و یقین میگرده، برای از وا نشانه ها است. عجیب تعبیر است. الله تبارک و تعالی میگه در پیدایش شما چی توجه بزرگ و عجیبه الله تبارک و تعالی برای خود انسان متوجه میکنه که این آیات انفوسی میگه. یعنی انسان در حقیقت نتیجه یا خلاصه یا نمونه تمام عالم اکبر است. یقینا وجود انسان بسیار شگفت انگیز است، تعجبات مختلف پیدا میکنه. الله تبارک و تعالی سیستم وجود انسان طوری جور کرده که هیچ عقل در موردش کار کرده نمیتونه بگویه. این رگها را ببی، موها را ببی، هر عضو علیحده وظیفه را با کدام ساختمان جور شده، چقدر مقاومتی داشته باشه او چی وظیفه را انجام بده که هیچ خستگی و ماندگی نداره. وجود انسان واقعا انسان میکشونه به که دیگه بجز از اعتراف به وحدانیت الله دیگه چیز نکنی. از او خاطر برای معرفت الله تبارک و تعالی امین نشانه ها کفایت میکنه که انسان درک بکنه که الله کدام هستی و ذات است. و بعد از او ما یبث من دابه، آن چیزی را که پراگنده میسازه از جنبنده ها، انواع جنبنده ها را انسان مشاهده میکنه، پرنده ها، حیوانات، حشرات، هر کدامشان ساختمان جدا، رنگای جدا، میبینی خاصیت های جدا. امیر کی پیدا کرده؟ کی ساختمان ها را برش داده؟ هر کس طریق زندگیشه. انسان بالکل در حیرت باقی میمانه. اگر دانشمندا عالی به صدها دانشمند جمع شوه سری حیات و زندگی یک حشره، یک پرنده، یک حیوان،
مطالعه بکنه، شاید کتابا نوشته کنه، لیکن بازم امو معما در حال خود باقی است. از امو خاطر قرآن بر ما درس میگه که انسان آن معلوماتی که در دست تو آمده در مقابل او معلوماتی که تا حالی برات نآمده بسیار خیلی کم است. یعنی دانستنی ها خیلی کم است از نادانستنی ها. انسان بیچاره مطابق امو درک موقت و ناقصی که داره بعضی معلومات جمع کرده، ولی حقیقت های دیگه پنهان است. امی انسان است که با مجرد دید دی آفرینش از خود از جنبنده ها را خود به خود اعتراف به این میکنه که سرش سجده را برای الله بگذاره و الله را بشناسه. خو یقین بکنه، بالکل درست یقین بکنه که بله من موجودی هستم که الله برام امتیاز داده و همونطور نمی باشم، مسئولیت دارم. میشناسه که الله مرا همونطور بی فایده پیدا نکرده. و اختلاف اللیل و النهار، در اختلاف شب و روز الله چی مختلف کرده؟ یکی را سرد، یکی را گرم، یکی را سیاه، یکی را روشن. الله یکی را کوتاه، یکی را درازتر. اگر یکسان کل روز می بود کل عالم نخواد از حرارت آفتاب همینطور باقی میمان، مکمل پژمرده میشد، میسوخت. اگر کل شب همینطور حاکم می بود شاید که همه چیز منجمد میشد. انسان در هر جای قرار جای به جای که هیچ حرکت نتونه منجمد شود. ولی الله تبارک و تعالی توازنی را پیدا کرد در بین شب و روز که چیست او یکی پای دیگری میاد، یکیش روشن، یکیش استراحت دهنده، یکیش سرد، دیگهش چیست گرم. این کلش نظم چیست تنظیم الله تبارک و تعالی است. این ذات قادر است که نشانه بالای حکیم بودنش است و نشانه بالای عزیز بودنش است. این نظام کسی رد کرده نمیتونه همیشه شب کنه، نمیتونه همیشه روز بکنه. الله است که این نظام میچرخانه. این دلیل بالای عزیز بودن است و چقدر متناسب برای زندگی انسانی، حشرات، جنبنده ها، همه این دلیل بالای حکیم بودن الله تبارک و تعالی است. و ما انزل الله من السماء، آن چیزی را که روان میکنه الله از طرف بالا، من رزق، مراد از رزق اینجا سببش است. باران الله روان میکنه و بعد از او خوراک ها و میوه ها پیدا میشه. یا است که نه، مراد روان کردن فیصله الله تبارک و تعالی در مورد رزق است که برای هر انسان مشخص میکنه و در شبای قدر برای ملائک میسپاره که این انسان این قدر رزق و از فلان جای گرفته میتونه. از دینمی تقدیر کسی زیادت و کمی آورده نمیتونه. فاحیا به الارض، راجح است که مراد از رزق اینجا باران است. فاحیا به الارض، پس زنده میسازه توسط این رزق که باران است. الارض، زمین، بعد موتها، پس از خشکیدنش که بالکل خشک است. هیچ چیزی تو میگی زمین هیچ چیزی نداره، لیکن الله توسط باران یک دم در حرکت میاره زمینه. و تصریف الریاح، و در گردانیدن بادها، الله بادها را پیدا کرده. چطور هواهای غلط میبره، نادرست میبره، هواهای دیگه تازه بر ما پیدا میشه. عجیب است. الله عجیب پیدایش داره. یک طرف حیواناتی را پیدا کرده که احتیاجات به اکسیژن، هوای صاف داره. دیگه طرف الله درختایی را پیدا کرده که هوای ناپاک کربن در او طرف جذب بکنه. چی ببین، اگر هوا نمی بود امی کابل در 2 روز شما میدیده که تعفن و بدبوی در کدام حد میرسید و یک دیگه شما نخواد هوای درست اکسیژن پیدا کرده میتونستی. الله است که باد پیدا میکنه، این هوا را از بین میبره، هوا را از کوههای پغمان و از جاهای دور هوای صاف بر ما میاره. الله کلش برای نظم زندگی امی انسان الله این مخلوق عظیم خود گماشته. اگر باد است، اگر آسمان است، اگر باران است، اگر شب است، اگر روز است، اگر از آسمان است، اگر زمین است، کلش برای کیسته؟ خدمت امی مومنا. از او خاطر میگه آیات نشانه های قدرت الله است لقوم یعقلون، از قومی که از تعقل و فکر کار میگیره. از امو خاطر اینجا در حقیقت اشاره به این میکنه اول بعد انسان در طلب حق باشه، بعد از او تفکر بکنه، بعد از او یقین حاصل شوه. اینمی راه های معرفت الله تبارک و تعالی است. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینمی آیات قرآنی که مشتمل با اینمی بیانات واضح است، نشانه های قدرت الله را شکارا بر ما بیان میکنه. یا آیات های الله هست، یعنی احکام آیات کلمات الله تبارک و تعالی است. نتلوها که ما تلاوت میکنیم علیک بالای توی پیغمبر علیه السلام، بالحق که تلاوت میکنیم برای اظهار حق یا مشتمل به تمام واقعیت ها. این آیات خودش دلیل بالای حقانیت خود است. امی آیات خودشان دلیل بالای حقانیت خودشان است. چرا؟ از امور واقعی حقیقی بحث میکنه، مسئله خیال نیست. خود به خود یکی امی قسم از امو کسی که
کسی که دارنده نمی آیات است، یعنی برای کسی که آمده از حق بودن از او هم شاهدی میده. چرا؟ از دهن کسی که کلمات میبره و کسی در مقابل کلمات ساخته نمیتونه. این خود دلیل بالای عزیز است که او پیغمبر است از جانب الله تبارک و تعالی است. فبأي حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. این بدبختا، این کردلا، این مردمایی که نعوذ بالله همیشه تفکر نمیکنه پس از این سخن، پس از سخن الله که از نظر استدلال سخت قوی استدلال میکنه، قرآن کریم دلایل توحیدی را پیش میکنه، نصیحت های گوناگون برای ما پیش میکنه، داستان و تجربه های قومای سابقه را برای ما پیش میکنه. خیر به کدام سخن یا بعد از ایمان میاره؟ آیا دیگه اینطور سخن مستحکم پیدا شده میتونه که مشتمل به تمام مطالب عالی باشه؟ آیا او طور سخن دیگری هست که واقعا او در بردارنده تمام خوبی ها باشه؟ نه. فبأي حدیث، به کدام سخن بعد الله، پس از حدیث الله، یعنی پس از سخن الله و آیاتی، پس از دلایلی که الله ارائه میکنه، یؤمنون، این مردم ایمان میاره که با قرآن ایمان نآوردی به دیگه در کدام چیز تو ایمان میاری؟ از همون خاطر است مرحله نهایی معرفت انسان مطالعه قرآن کریم است که قرآن مطالعه کنی تو حقیقتی چی را؟ صفات الله تبارک و تعالی را درک میکنی که الله کدام ذات است و چه صفاتی را داراست. خالی با تاسف از کتاب الله امروز مشرکین خوبی از روی عناد نمیپذیرفتن، قبول نمیکردن که گوش بگیره. مسلمان ها امام پشت برش دور داد، انداخت شه، آلی دیگه دنبال دیگه چیزا روان است. الله سرشان رحم بکنه. ویل لکل افاک نثیم، هلاکت و بربادی باشه برای هر افاک دروغ جور کننده، بسیار دروغ جور کننده، اثیم بسیار گناهگار. الله تبارک و تعالی میگه موضع در برابر قرآن کریم کاری امو مردمایی است که همیشه مسلسل دروغگو هستند، گناهگار هستند. بله این قرآن هیچ کسی دیگه مخالفت نمیکنه بجز از اینکه وجودش مکمل آلوده به گناه و دروغ باشه. اینی مردم ها همیشه مقابله قرآن نمیکنه، موضع با قرآن داره. چرا؟ به خاطری که قرآن مانع و صد بزرگ در حاصل شدن هوا و هوس از واست. از او خاطر این مردم ها در مقابل قرآن موضع‌گیری میکنه. امروز هم موضع‌گیری در مقابل قرآن از کل دنیای کفر و مستکبرین است. چرا که قرآن خو عدالت پخش میکنه در بین مردم، این را واضح میسازه که انسان کی است، چه حقی داره و تا چه جای دسترسی داره، تا چه قدری باید دست بندازه. کل حدود قرآن برش برآورده ساخته. لیکن مستکبرین میخوان نه، ما باید آزاد باشیم، هر عمل ما عدالت تلقی شود و عملی که در ضد ما انجام داده میشه او چی باشه؟ ظلم باشه. امروز کسی که دفاع از وطن میکنه، از دین میکنه، از حق خود میکنه، تروریست است. اعمال جنایتکارانه، وحشیانه، ضد انسانی از و عدالت است. این منظورشان این نمیسته. این در توده های بزرگ، در توده های خوردم مانعین یا موضع‌گیری با قرآن کریم از کسانی است که حتما یکی از منافعشان در خطر است. از پیر گرفته تا قاری را، از ملا گرفته تا عامی را، هر کدامشان که منافع شخصیشان در خطر افتاده وقتی قرآن مقابله داره نمیپذیره قرآن، نمیشینه با قرآن رابطه پیدا نمیکنه. یسمع آیات الله، میشنوه آیات های الله را، تطلا که تلاوت کرده میشه علیه بالایش، ثم یسر، بعد از اون مسلسل اصرار داره، دوام داره، مستکبرن تکبر کنان خود کلان میتراشه، میگه من ضرورت برش ندارم، که علم یسمعها، تو گویی که ایج نشونیده. فبشره بعذاب الیم، الله میگه خوشخبری برش بدی به عذاب دردناک. عذاب دردناک خوشخبری نیست، خبر بده که یا بدانه چطور است این آوازی خوشی که در دنیا میشنیده حالی چه حالت است، یا درد دل پیغمبر و مؤمنان را رنجانیده. الله هم همین قسم عذاب علیم برشان چی میکنه؟ پیش میکنه. این مردم ها آنقدر بی‌اعتنا به قرآن است که قرآن وقتی برشان تلاوت میشه میگه نه نه نه، ما ضرورت نداریم، نمیشنویم، تو گویی که نشونیده، یعنی هیچ نوع تاثیری در حق ازی نکرده. و اذا علم من آیاتنا، وقتی که بدانن از آیاتای ما، یعنی مقصد و مفهوم آیات بدانه که در اونجا رد شرک شده یک مانا، یا وقتی که بدانه که اینمی آیت قرآن است، شیئا یک چیزی را اتخذها، این را میگیره جور میکنه این آیت قرآن هزوا، نعوذ بالله مسخره، از روی جهل و عنادشان. دو قسم کفار است. یک مردم او مردمایی هستند که از سر حاضر نیست که قرآن بشنوه،
به یک وقت فقط میگه دور دور باید زندگی بکنیم. چرا؟ به خاطر که تاثیر قوی داره، باز ما را میگردانه. بدبختای مسلمان امروزی ما هم دور از حاضر مجلس و مسلمانای واقعی امیطور گپ میگه، به مریدای خود امیطور میگه که در قرآن نشینی نشنوشه که باز شما را چپا میکنه. همونطور است. دوم طایفه کفار وا بودن که بله قرآن خو میشنیدن، برای از اینکه چی عکس العملی در مقابلش انجام بده. شنیدنشان برای حق طلبی و حق جویی نبود که بپذیره از برکات از استفاده و بهره گیری کنه، بلکه به خاطر بود که در مقابلش ما چیزی بگوییم. از همون خاطر در مراکز قرآن کریم در ترجمه دو قسم انسان ها می باشه. یک انسان ها که وا طالب حق است، میگه قرآن چی بیان میکنه که من در زندگی خود عملی کنم، تطبیق کنم. یک قسم مردم ها میگه که تو باش کدام گپ میزنه که ما باز در مقابلش سنگر بگیریم. اینطور مردم ها در زمان پیغمبر علیه السلام خیلی زیاد بود. الله تبارک و تعالی میفرماید این مردم ها به اصرار به دوام همیشه نعوذ بالله آیات الله را با باد مسخره میگیره. نعوذ بالله ایرا سرش رشخند میزنه که چی بیان کرد. از همون خاطر بود که پس می آمدن به دیگرای خود میگفتند ای شما خبر شده؟ شما را خبر بدم که آدم اینطور میگه که ما ریزه میشیم باز زنده میشیم، حساب و کتاب است. این گپ شما قبول داره؟ باز ما میگفتن نه شور مینداختن. آلی هم همیطور گپ است. نعوذ بالله آلی همیطور گپ است. وقتی که اگر کسی از مطالب قرآن به کسی بیان میکنه که او هواپرست است، فاسق است، قرآن اینی طور هدایت بر ما میده شراب نخوره، رشوت نخوره، قمار نزنه، سود نخوره، به حجابی نکنه، بیدینی نکنه. یک دم سر ما اینطوری دین قبول نداریم. نعوذ بالله. چرا که دین بر ما چی آورده؟ تمام قیودات و پابندی ها را سر ما از کل لذات دنیا منع کرده. ما اینطوری دین میگه نمیپذیریم. اینی شان هواپرستا و مردمای جاهل و عنادی است که کار میکنه. اولئک لهم عذاب مهین. این مردما برشان عذاب مهین خب سبا کننده رسوا کننده است. چرا؟ نعوذ بالله یا مسخره سر آیات الله کرد، جزاء جنس عمل است. الله ممتور عذاب برشان روان میکنه که سخت رسوا و شرمنده شود. من ورائهم جهنم. در پیش رویشان جهنم است. ورا از لغت ازداد است، پشتی سر و پیش روی اردو را میگه. مفسرین میگه بعضی من ورائهم پیش رویشان جهنم و جهنم است. بعضی مفسرین میگه نه ورا همون پشتی سر میگه. من ورائهم جهنم. این کفار روی از قرآن دور دادن، دیگه طرف روی کردن که عبارت از طلب و تلاش مادیات دنیا، در زرق و برق دنیا مصروف شدن، منهمک و مستغرق شدن، قرآن پشتی سر گذاشتن. از او خاطر میگه که من ورائهم از پشتی سرشان جهنم و جهنم است. جهنم چراست؟ قرآن پشتی سر گذاشتن یا رفتن طرف خواهش پرستیشان و عشق پرستیشان. از او خاطر تلاش نکردن، آمادگی نگرفتن که پشتی سر ما چی آمده رایسته؟ جهنم آمده رایسته. این را میگه در پشتی سر انداختن. یا ورا به معنای علت است. من ورائهم جهنم. دنبال اعمال و عمل کردشان عکس العملایشان جهنم و جهنم است. من ورائهم خیر است. این کارا را بکنه خب پشتی سرشان جهنم آمدگی است. مثل که آلی چیست؟ آلی همینطور مردم ها چی میکنه؟ هیچ در قصه قرآن کریم نیست. این خو حالات کفار بود که الله تبارک و تعالی بیان کرد. دی از حال مسلمان آگاه شد که آیا قرآن پشتی سر انداخته یا نه انداخته.